روز نخستین دعوت تیراماهی جوانان به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در ناحیه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان در سطح بلند تشکیلی برگزار کرده شد، چونکه خدمت حربی نشان روشن احساس وطندوستی، درک ضرورت و اهمیت حمایت منفعت‌های دولت و ملت و خلق تاجیکستان میباشد. این نکته را جوانان ناحیه بلندکوه شمس‌الدین شاهین خوب درک کردند و همساله روز دعوت شونده را در فضای ادانه استقبال گرفته جوانان سین دعوت اختیارا به کمیساریات حربی حاضر میشوند. خدمت در صف قوای مسلح خرج فرزندی هر یک فرد صاحب معرفت و صاحب تمدن ملت میباشد. از این رو من امروز فرزند خود محمد بشیر اسکرشو ختم کرده دانشگاه تکنیکی تاجیکستان رو با خواهش خودش به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان برای ادای خدمت مادر وطن گسیل کرده ایستادند. در روز اول دعوت تیراماهی نواسکران امساله نیز به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان اختیارا حاضر شدند و نقشه بر زیاد اجرا گردید که از ناموس و ننگ بلند، غرور و افتخار، میهن پرستی و خودشناسی این جوانان درک میدهد. پس از ختم کنسرواتوری ملی تاجیکستان در پیش خود مقصد گذاشتم که با خواهش خودم به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شوم. امروز با خواهش خودم با کمیساریات حربی ناحیه آمده خود را نمونه‌نویس کردم و مقصد دارم که با سر بلند خدمت را رفته قرض وطنداری خود را ادا نمایم. اصالت و خودشناسی ملی بیشک از دوست داشتن مادر وطن، جانفدا بودن در راه استقلال و ارزش‌های عمومی ملی منشأ میگیرد. مادران نیز میخواهند که پسرانشان قرض فرزندیشان را اجرا کرده محافظان وطن و جانفدای این میهن باشند. قابل قید است که تشبث اختیارا حاضر شدن جوان پسران به کمیساریات‌های حربی شهر و نواحی کشور از جمله در ناحیه شمس‌الدین شاهین برای ادای خدمت حتمی حربی در صف قواهای مسلح دلیل آن است که امروز جوانان از سیاست خردمندانه و دوربینانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پشتیبانی کرده، این بعد یگان مانعه صنعی و عنصرهای بیگانه نمیتوانند صد راه جوان پسران بوننگ و اوری کشور گردند. پیش از همه از پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت محترم امامعلی رحمان میnnتداری خود را بیان میکنم که یک فضای صلح، یک فضای آرامی، یک تاجیکستان زیبا رو برای ما آورده است و پسر خردی من که امروز دانشگاه تکنولوژی شهر دوشنبه رو ختم کرده است با اختیار خود با کمیساریات حربی نویای شمس‌الدین آمد. در این دعوت از همه بیشتر جوانان از جماعت‌های دهاتی چگم، نوریدین محمود، داغستان و دشت جم تشبث‌های وطن‌دوستانه نشان دادند. قید گردید که دوران صاحب استقلالی کشور در برابر دیگر ساحه‌های خواجگی خلق اینچنین شرایطی بود و باش افسران و سربازان و تامینات مادی و تکنیکی ساختارهای قواهای مسلح مملکت بهتر و خوبتر گردیده در این سمت مشکلات و مانعگی وجود ندارد. والدین دعوت شوندگان مطمئنند که برای حفظ خاک مقدس وطن عزیزمان فرزندان واقعا واوقار و جسور و وطندوست را تربیت کردند که برای ادای خدمت حتمی حربی آماده می باشند. ناحیه شمس‌الدین شاهین ناحیه سرحدی بوده، سرحد آن در مسافه 154 کیلومتر طول کشیده است و ساکنان این ناحیه همیشه در حالت آماده باشی نسبت حفظ سرحد قرار داشته. جوانان این منطقه سرحدی نیز چون والدین خود ماهیت سرحد و محافظت وطن را خوب درک کرده برای دفاع آن از ضرور آید جان خود را دریغ نمی‌دارند. شرایط تقاضا میکند که مردم تاجیکستان بخصوص جوانان امروزی دولت ما باید در اطراف سیاست روبر دولت با نظر داشتی محافظت از تمامیت ارضی یک پارچگی و صاحب استقلالی تاجیکستان زیر شعار یک پارچگی و متحدی سرجم باشیم. خدمت در صف ارتش ملی خود یک مسئولیت بزرگی وطنسازی است. از همه جوانان سربلند تاجیکستان دعوت میکنم که سرجمانه برای حفاظت ارزش‌های ملی، تمامیت ارضی و صاحب استقلالی کشور در پهلوی روبریت عالی سیاسی کشور باشیم. چون انانه در این روز با 3 نفر جوانانی که کورس‌های کوتاه مدت رانندگی را در تشکیلات جمعیتی مددگار مدافع ختم کردند در وضعیت تنتنوی شهادتنامه رانندگی سپریده شد. باید گفت که خدمت به وطن این شأن و شرف، دلیری و شجاعت و صداقتمندی به مرز و بوم کشور می باشد. روزی دعوت شونده در ناحیه شمس‌الدین شاهین در سطح بلند و خاطرمان برگزار شد و برنامه رنگین اهل صنعت ناحیه که عبارت از سرود و ترانه‌های وطن‌دوستانه بود باعث بالید خاطری اشتراکچیان گردید.